ناردوغان، تیله، یلدا، سر سفرمون بر چی انار میذاریم؟ ناردوغان از کجا آمده؟ تیله چیه؟ یلدا از کجاست؟ و چرا تمام ملل منطقه، تمام ترکان و همسایگان ترکان که زمانهایی در یک یگانگی با ترکان بودند این رسم رو گرامی می‌دارند؟ از جمله ایران، مردمان ترکیه، ازبکستان، قزاقستان و تمام جغرافیای ترک تا اون بالا ایالت ساکا، ترکان ساکا در فدراسیون روسیه. نار، این میوه بهشتی بو داره؟ داره خورده. نار یا نار، این نماد خورشید سر سفرمون. یا نار، نار اسم قدیم خورشید هم در ترکی بود. حالا ارتباطش به تیله چیه؟ یلدا از کجا آمده؟ یلدا، ببینید تمام این تفکرات خیلی ساده همه ریشه در یک تفکر دارند، در تفکر سامان ترک. سا بسیار اندیشیدن و مان این این وند ازدیاد، یعنی زیاد میکنه، مبالغه انجام میده. نار، این خورشید جدیدی است که در آسمان ما قرار داده بشه. حالا رابطش با نوئل چیه؟ کریسمس از کجا اومده؟ اینا چرا نزدیک همه یه جان و یه سری سیمبل ها رو ما در یک یگانگی مشاهده میکنیم، مثل همین سمبل مسیحیت که در قدیم، در ابتدا سمبل خورشید بوده. ریشه در تفکرات سامان، شمن، تنگری که به وفور در اشعار ما هست. چرا؟ چون که این آمیخته شده با فرهنگ چند هزار ساله ما در زبان دری که یک تلألؤ از ترکیه توسط عالمان ترک، توسط یگانگی که ترک در منطقه ایجاد کرده. ترک بودن فقط خلاصه نمیشه در زبان ترکی. این یک تفکری که الان در سراسر دنیا پخش شده. همین تفکر سامان، اولین تفکر بشری جهان. چرا الان همه اینها خلط شده؟ چرا الان خواستند که تمام این تفکر رو خلط بکنن با دروغ‌ها، با چیزایی که پوشوندنش با یک سری خزعبلات؟ چرا نمیذارن رو بشه؟ برای اینکه ریشه های تمدن دنیا بیرون میاد، برای اینکه دنیا میفهمه که همینجاست اون ریشه واقعی هر چیزی که به اون رسیدن، همینجاست و همین جغرافیاست. من اسم کشور نمیگم، اسم یک جغرافیا محدوده سیاسی نمیگم، اینها بی‌معنیه، اینها تازه پدیدار شده. یه سری هستن میگن کشور ایران قدیمی تره، اینا چرت و پرته. مفهوم کشور یک مفهوم 100 ساله است. پس این متعلق به تمام مردمان اینجا تفکری هست که چند هزار سال تفکری در دل سار جلن همین خورشید رو داره میگه. حالا بریم تو جزئیات، تمام اینها رو اینور اونور جسته گریخته نگاه کردیم، یه نگاهی بهشون انداختیم گذرا. نار، این روز بعد طولانی ترین شب، به خاطر این طولانی بودن تاریکی که خورشید جدید توسط اولگن، خدای طبقات آسمان تفکر سامان، قرار در آسمان توسط یک کمان قرار داده بشه. توسط یک کمان، بله. و همینه که میرسیم به چله کمان، اون نهایت کشیدگی. حالا کمان چرا اسمش یای هست در ترکی و فصل تابستان رو همچنین ما یای میگیم. این نهایت کشیدگی یای، نهایت کشیدگی کمان که سمبل اون به شکل هندوانه در سر سفرمون مثل همین خورشیدی که قرار زاییده بشه.
مثل همین یلدا، لم یلد ولم یولد، تولد ولد. عربی ببین یه سریام میان میگن که نم سوریانیه، آرامیه، فلان عزیز دلم. اینها همه یک سری شاخه ها از درخت تنومند عرب هستند و ما این فرهنگ رو توامان داریم اینجا در بین النهرین. اکی 6000 سال پیش در سومر وقتی دینگیر میبینیم، خدای تفکرات سامان رو به شکل خدا به کار میبریم. در نوشتجات اون نشان دینگیر، تین به چی میگیم در ترکی؟ تین توتسه که دود رو میسازه. یک بخشی داره که دیده نمیشه، بوش میاد ولی خودش نیست. تینلر، این تین چیزی که وجود داره ولی دیده نمیشه، روح رو میسازه در زبان ترکی. که خود روح به چه شکلیه؟ روح از ریح عربی، وزش، چیزی که هست ولی دیده نمیشه. یعنی این تفکری که کلمات رو میسازه هم در ترک و عرب، کسانی که از گهواره تمدنی که کل تمدن بشریت رو شکل داده بیرون اومده. یکسان تفکر، یکسانه. تین انگ اره، تینگ انگ اره. به شکل‌های دیگر تنگری رو حالا بعداً به شکل کامل در مورد تنگری که ریشه هاش چیه و تفکرش چجوریه، که خلاصه یه سری بحثا داشتیم که تینگیرمک به شکل گردان و چرخ و فلک گفته شده و این به خاطر اون مرکزیت ستاره قطبی جهانی که در تفکرات سامان، کلا تفکرات سامان رو با یک ویدیو کامل شرح بدیم که اینها همه جا بیفته، چون اینها همه مرتبط به هم هستن. این درخت کاجی که گذاشته میشه، این رسیدن به اون اولگنی هست و اون هدایایی که زیرش قرار داده میدن آکچام، برای اینکه به دست اولگن در طبقات بالا درخت حیات. این درخت حیات ما کجاست؟ در تفکرات بشری کل دنیا وجود داره. این جایگاهش در این مراسمات ما کجاست؟ کجا رفته؟ کی اینها رو اومده باز کنه؟ کی اینها رو ارتباطاشون رو با هم مشخص کرده و دلایل و این انسجام رو بیرون کشیده تا الان نبوده. یعنی از منابع حذف شده برای اینکه ما ندونیم که چی به چیه، ما ندونیم که گذشتگانمون چی خلق کردن، برای اینکه اون غربی بتونه جایگاه نخست رو در دنیا بگیره، برای اینکه هندی سازی بشه اینجا. هندی که خودش یک شعبه از این تفکراته، یک مرحله است. مثلا در خط ببینید، خط اینجا ساخته میشه از سومر، از یک تامغای ترکی اوک که اوخوماخ رو شکل میده، میاد میرسه به آرامی و از آرامی میرسه به سعودی و از سعودی میرسه به اویغوری و تمام اون زبانهای هندی به رحمایی همه در همون برش سعودی و اویغوری قرار دارن. یعنی اونجاست این مرحله رشد، یک شاخه از درخت بین النهرینه. و برای اینکه اونها خودشون رو در محور بعدن قرار بدن، این ریشه اصلی رو تخریب میکنن. حالا ناردوغان داریم، چله که چله کمانه، کمان اولگنی که کمانش یای به شکل فیزیکی در حیاتمون این رو مشاهده میکنیم. یعنی تمام چیزهایی، تمام این داستانهایی که هست انطباق داره با چیزی که رو زمین اتفاق میفته. یای، ما تابستان رو میگیم، این یای کشیده میشه در دل خودش، در دل کاه ما یک هندونه نگه میداریم برای اینکه در این شب به نشان اینکه آخرین میوه اون یای هست و لحظه تیلمه که خورشید بره قرار داده بشه در محور. بعد طولانی ترین تاریکی نار میاد به وسط. نار، خورشید اسمش رو این هست و سر سفره ما اومده. انسجام رو حالا پیدا میکنیم. لم یلد ولم یولد، ولد، تولد کی؟ تولد چه کسی؟ شده مسیح. تولد خورشید شده مسیح و این نشان
نشان خورشید که راه انتقال نور هست به دنیای ما، که به اشتباه در آشوری یک مقطعی اونها فکر کردن ما خود خورشید رو میپرستیم، یعنی تجسم اشتباه از اون سیر و رفتن در یک حالت ایزولیشن که گوش نمیدم و برای خودم میخوام یک جامعه خودم بسته باشه، یعنی یه چیزی رو اونجا گرفته و اون رو خلط کرده و ریشه هاشو قطع کرده و این حرکت موزون انسانی بشری رو به هم زده تا بگه من خورشید پرستم. خورشید و ماه، جون آی، در تفکر سامان مورد پرستش قرار نمیگیرند. اگر شده، اگر نمادش به شکل مسیحیت ظهور کرده، خلط شده. اینها راه های انتقال نور هستند. نور، یانار، یا ببینید چه چیزهایی رو شکل داده. از ریشه یا یانماخ، یا یاخلماخ، یا یالتوز، یلدز، یا یارون، یار. حتی یار از یارماک، از همین ریشه است. لحظه اولیه ورود نور. یار، یارون، فردا، شفق، یارون به شکل یارن در استانبولی مورد استفاده است. یار، این مفهوم زیبا و ارتباطش با انار سر سفرمون. میبینید همه چی وقتی حقیقت میاد همه چی سر جاش میشینه، همه چی موزونه. دیگه ما چیزی نداریم که نتونیم در موردش حرف یا تناقضی داشته باشیم یا به هم نخورن، با منطق جور در نیان. حقیقت این شکلیه. حقیقت همه چیز رو میذاره سر جاش. اون هدایایی که زیر درخت کاج گذاشته میشه در این شب، نوئل، نو، خود واژه نو، گن که ریشه ساخت نوروز هم هست. گن، اینجا این کلمه رو بررسی میکنیم تا برسیم به نو. جنه به شکل استانبولی ینه، جنه ینه، نو از همین گرفته شده. نوئل همین شب، نو شدن. این هم ترکیه، ریشه در جنه، گنه، جون. جنه ما مورد استفاده قرار میدیم در زبان در روزمره. جنه، ینه، نو از ترکی. تفکرات ترک سامانی هم پشتبندش داره میاد و این رو اثبات میکنه. یعنی همین نیست که شباهت کلمه، این دو کلمه شبیه همن، از لحاظ مفهومی هم شبیه همن، پشتبندش میاد این تمام تفکرات. در نوروز که وقتی میگیم جنجون، ارگنجون که مستقیما تبدیل به نوروز شده، چون که در ساخت دری ما خیلی مطالبمون رو به خود دری انتقال دادیم و در دری چون که این مفاهیم رو در قالب شعر، در قالب داستان‌ها، چیزهایی که با دری بیشتر پخش میشد در دل جامعه هند، به این انتقال دادیم و در این انتقال نوروز پدید اومد و همین رو مورد استفاده قرار دادیم، چون که این هم زبان خودمونه، یک تولید از زبان خودمونه. حالا در این شب که طولانی ترین شب بعد تاریکی در فرهنگ ما به شکل ساره جلن چرا؟ خورشید مگه خانومه؟ بله، خورشید خانوم مگه نمیگی؟ در دوگانگی جون آی، جون خورشید، نار خانومه، آی ددن سر زبونمونه. چرا آی ددن؟ دده است، پدره. آی پدره. ببینید تمام این حقایق با کلمات سر زبونمون هم انطباق دارند، هارمونی دارند.
حالا این فرهنگ از تفکرات سامانی که 20,000 سال پیش پدیدار شد، یک سری سازوکار داره برای خودش، خدایان داره برای خودش. یکیش اولگن هست، اولگن که با درخت کاج آتام بهش دسترسی داریم، هدیه های قرار میدیم براش برسه، در اون طبقات آسمان بیاد خورشید رو، نار رو در مدار قرار بده که این تولد لم یلد ولم یولد یلدا شکل بگیره، نار دوغوش بکنه، تیله اتفاق بیفته در کمانش، در اون نهایت کشیدگیش به اونجا برسه و این غم از دست دادن خورشید که به شکل سارجلن در فولکلور ما ظهور کرده از بین بره. بعد اینکه همه جمع شدیم شب رو تا صبح کسی نخوابید، اگر کسی خوابید اون رو به تختش میدوزیم. اینه نباید بخوابی، باید همراه با مردم، همراه و همشکل و متحد منتظر نور باشی. برای نور باید بیدار باشی، برای طلوع، برای یارون باید بیدار باشی، باید خوشحال باشی. جرح بیلسن جرح جولسن. اینه اینجوریه که نهایتا ما این شب طولانی رو پشت سر میذاریم و میرسیم به اون طلوع جدید. و این طلوع جدید همواره هست و این تلاش همیشگی بشر از ازل. نار دوغان، تیله، یلدا. ناردوغان یک اسم از این تفکرات. آشوری به اونجا رسیدن که فکر کردن ما خورشید رو میپرستیم. تفکرات میترائیسم پدید اومد، هیچ ربطی به این توهمات آریایی نداره که همین 200 سال پیش پدیدار شده. ما هیچ قومی، هیچ قبیله‌ای به شکل واقعی در تاریخ با هویت آریایی مشاهده نمی کنیم. نماد تنگری، نمادی که وقتی به هندوستان رسید سواستیکا نام گرفت، چرخ فلک، چون که کل آسمان حول یک محور داره میچرخه و این تفکرات هست که میاد سامان و این شب بعد از تاریکی طولانی رو میسازه. در مورد جزئیات دیگر این شب هندونه رو گفتیم که این قرمزی داخلیش هم باز اون برشی که میزنیم به این قرمزی، به این نار میرسیم و این ستاره‌ای که اینجا هست رو دقت بکنید، ستاره 6 پر. ببینید چقدر گره خورده و این حقیقتی هست که طبیعت به ما گفته در دل خودش با کدهایی که قرار داده. این صحبت طبیعت با ما تفکرات سامانی هست. به خاطر همین محدود به یک ملت نیست. درسته که ترک شنیده، درسته که ترک برای اشاعه اون الفبا شکل داده، تامغاها رو شکل داده و تامغای آز و فلان و این مفهوم آز و راز و نیاز و آزاد بودن از دلش بیرون اومده. درسته که اینها در چارچوب ملت ترک، هویت ترکی شکل گرفته و به جهان، ولی این راه صحبت طبیعت با بشریته. اگه من پادرمیونی بکنم، اگه من اون اولی باشم، چه فرقی میکنه؟ من رو به جایگاه برتری قرار نمیده. این طول مدت اقامت بشر، این قدمت، این کهن بودن برتری نیست. هر روز میشه این برتری تغییر پیدا بکنه. بله کهنه، ملت ترک کهنه، اولین خط رو ساخت، اولین تفکر بشریت رو ارائه داد، ولی این نشانه برتری نیست. بیشترین تعداد امپراتوری ها رو ساخت، بیشترین تعداد حکومت ها رو ساخت که در قالب این حکومت ها ملل همه برابر بودن، ولی امروز نمیتونه نماد برتری باشه. ترک برتر نیست. اینها دلایلی برای نژاد پرستی نیست. اینها حقایقی هست که باید ببینیم، این چرخه فرهنگ و تفکر بشریت رو ارائه بدیم برای اینکه این پلها شکل بگیره، برای اینکه این حرکت مردمی، برای اینکه این طلوع، برای اینکه این روشنی پخش بشه، برای اینکه این حرف ها فقط برای ما نیست، برای کل بشریته، برای کل بشریته، برای اینکه از تاریکی خلاص بشیم، برای اینکه همیشه شر و خیر
در حال جنگ هستن و دو عنصر حیاتی، دو عنصر جتیلمز برای وجود. تاریکی هم بخشی از روشنیه، ولی ما روشنی رو ترجیح میدیم. ناردوان، تیله، یلدا همه از تفکرات سامانیه. میترائیسم یک بخش از اینه، یک اشتباه، یک برش، یک تفکری که در آشوری شکل گرفت و از آشوری به روم انتقال پیدا کرد. اگر در این منطقه تمام ملل ترک و بخشی از اون دری زبانان این رو میدونن، به خاطر اینکه بخشی از ملت ترک هستن، در گهواره تمدنی بین النهرین ترک و عرب با هم زاده شدن و بیدار شدن و بلند شدن و این میراث مشترک ماست که به شکل شجره ها ظهور کرده و بله در تفکر عرب هم هست. سوریانی و آشوری و فنیقی و عبری و تمام اینها شاخه های درخت کهن عرب هستند، عموزاده های ترک. شاد باشید، بیلین، جلون، یاشاین.